تو میخوای منو بیچاره. عزیزان اینجوری که دیگه نمیشه که. اینجوری آهنگ میزنه شما خوشتون میاد دست میزنید بعدن میرین خونه هاتون منم میبرم. نمیشه این شکلی. خب من داشتم خدمت دیوونگی خیلی عالم قشنگی دارید. دیوونه با آجر داشت میزد تو سرش زور تو زور. دکتر گفت خب مختو له کردی چه کاریه؟ گفت آقای دکتر آخه تو نمیدونی. گفت چیو نمیدونم؟ گفت نمیدونی بعدش که نمیزنم چه آرامشی بهم دست میده. من حالا فعلا میزنم. یه دونه زغال برداشت دکتر دیوونه خونه یه در کشید روی یکی از این دیوارهای دیوونه خونه یه دستگیرم براش کشید. آقایون اتاق بغلی شربت و شیرینی بفرمایید پذیرایی. دیوونه ها رو داری با صورت میرفتن تو دیوار دری در کار نبود. دوباره دید یکیشون نمیره. گفت عمو تو چرا نمیری شربت بخوری؟ گفت آقای دکتر اینا دیوونن. گفت چطور؟ گفت کلید تو جیب منه. اینا کجا دارن میرن؟ خلاصه یکیشون یه روز گیر آورد گفت عمو جون اسم تو چیه؟ گفت اصغر. گفت اسم بابا چیه؟ گفت اصغر. گفت ببین عزیزم نمیشه هم تو اصغر باشی هم بابا. آی دکتر خانواده ما همه مرد اصغرن غیر از داداش آخری هم که اکبر اونم محمده. همه اصغرن. خیلی خوبه عالم دیوونگی. فقط من تعدادی رو میبینم انگار از سبک برنامه زیاد خوشحال نیستن در گوشه هم پچ پچ میکنید. به خودم بگید خوشتون نیومده افغانی میخونم. ها؟ حاج خانم خیلی ممنون. حاج خانم میفهمن شبیه افغانی هم هستی اتفاقا. من 5 میلیون پول عمل دادم. دیدین چقدر شیرینی افاقنه صحبت میکنن؟ مرا میدان آزادی دنبال کارگشتگی. یکی منو دیده کرده که گفته کندکاری بلده. گفتم بلده. بر چی میخنده؟ یک وقتم راننده کامیون میای منو گفتم ای شکر میکنه. یکی تیستی کنکور در کنکور سراسری افغانستان در کابل در 4 گزینه سوال کنکور اومده که از کجا کفتر میایی؟ یکی گفته از راست می اگر چپ میایی؟ کفتر بازا گفته از او بلو کفتر میایی؟ صوت میزنه کفتر باز. یکی دستوی غانی اندهوری مساق شریف کامل. اما آهنگ حماسی رو گوش میدیم. آهنگی که هر موقع از رادیو و تلویزیون میشنویم خون حماسی بودن در رگهای ما به جوش میاد و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم. کاری زیبا با صدای استاد محمد نوری. به افتخار آقای نوری دست قشنگ بزنید. آهنگ رو بشنوید. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پا فدایی که بهر تو نلرزد. متشکرم ممنون. بزرگی میگه خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذت. خدا میدونه چقدر من لذت بردم از اینکه لبان شما خندان شد و دلتون شاد. و بزرگی دیگر میگوید هر کدام از ما به اندازه زیباییمان رستگار میشویم. زیبایی تقوا، رفتار، اخلاق و یکی از بهترین جلوه های زیبایی انسان شاد زیستن. شاد زندگی کنید رستگار میشوید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار. ماشاءالله. خسته نباشین. حسن ریوندی عزیز هم با همه این شوخی ها و مزاح و هنرمندی که داره یکی از فرهنگیان کشور ماست و به عنوان